سلام، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو اومدم که 5 از بهترین مودهای بازی هارتس آف آیرون رو بهتون بگم و اگر ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و چنل منم سابسکرایب کنین و بدون صحبت دیگه بریم سراغ ویدیو. شماره 5 مود The Road of the 56 که نمیدونم درست گفتم یا نه، امیدوارم درست گفته باشم، ولی یکی از مودهای خیلی خوب برای بازی هارتس آف آیرونه که اجازه میده شما کشورتون رو تا سال 1956 هدایت کنید. ولی خب میشه گفت اصلی ترین دلیلی که خیلی این مودو محبوب کرده اینه که برای هر کشوری فوکوسری خیلی کاملی داره. اگر هم نمیدونید فوکوسری چیه، فوکوسری چیزی که بر اساس اون تو بازی میشه که حکومت رو تغییر داد، یا مثلا امپراتوری میذارم میتونید برای ایتالیا از طریق فوکوسری امپراتوری روم بازسازی کنید. همچین چیزایی خیلی خلاصه طور گفتم و برای هر کشوری یه فوکوسری خیلی خاصی داره. حتی برای ایران که معمولا تو بیشتر ماتا خیلی فوکوسری چرت و پرتی داره و همون فوکوسری خود بازیه که هیچی نداره و فوکوسری خود بازی هم خیلی داره میدونید. و در کل اینکه اگه ببینید دنبال مثلا این مودی هستین که بخواد برای ایران یه فوکوسری کاملی داشته باشه، این مود واقعا خیلی مود خوبیه، پیشنهاد می‌کنم این مود رو تجربه کنید. شماره 4 مود The Great War، یه مودیه که برای جنگ جهانی اوله و میشه گفت بهترین مودم برای جنگ جهانی اول است و این مود 3 تا سناریو داره، یکی مال 1914، یک مال 1919 و یکی هم مال 1910. از آخر به اول گفتم ولی خب این 3 تاست. میشه گفت بهترین مود همونطور که گفتم همینه برای جنگ جهانی اول و چیزی که این حرف گفت بیشتر ثابت میکنه اینه که معمولا تو هر مودی شما برین، هر چرت و پرتین کشور هم برداری میشه گفت یه نیرویی داره، یه نیرو هوایی چیزی داره، ولی خب توی این مود اصلا از این خبرها نیست و میشه گفت شما حتی بهترین کشور ممکن و قوی ترینش رو بردارین بازم ممکن نیرو هوایی نداشته باشین و میشه گفت تو این بازی هر کی که سلاح روی پیشرفته تر کنه میشه گفت دست بالاتر داره و مثلا نیرو هوایی تو این مود خیلی مهمه و به خاطر همین کسی که نیرو هوایی داره میشه گفت برتری بهتری داره. خیلی سخت توضیح دادم اسم میکنم، ولی خب در کل اینکه تمام اتفاقات تاریخی که تو جنگ جهانی اول افتادم تو این مود تا جای ممکن تونسته بیشتر اتفاقات مهم شد، تونسته شبیه سازی کنه و چیزی هم که بخوام بگم اینه که اصطلاح‌های ریسرچ هایی که میتونین به اصطلاح بزنید هم مربوط به همون کشور هست، یعنی حالا بیشتر کشورهای مهمش حالا روش کار کرده و برای کشورهایی که تو جنگ جهانی اول شرکت کردن فوکوسری خوبی داره، ولی برای ایران فکر نکنم زیاد خوبی داشته باشه. ولی خب اگه میخواین جنگ جهانی اول رو تجربه کنید در قالب بازی استراتژیک، این مود واقعا مود خیلی خوبیه. شماره 3 مود کلواره، مودی که جنگستر رو بازسازی کرده و از سال 1949 تا سال 1999 یا 2000 که حدودا میشه بین 41 تا 50 سال اینا میتونید کشور خودتون رو در بازی هدایت کنید و میشه گفت همین خیلی زمان زیادی، واقعا فکر نکنم کسی حوصله داشته باشه اینقدر تجربه کنیم بازیو. این مود رو در واقع و این میشه گفت فوکوسری خیلی کاملی هم برای کشورهایی مثل آمریکا شوروی، کره جنوبی یا شمالی و در کشورهایی که تو جنگ سرد حضور داشتن فوکوسری خیلی خوبی گذاشته و برای ایران هم فوکوسری نسبتا خوبی گذاشته، متوسط میشه گفت. و داخل این بازی شما میتونید ماهواره تست کنید، بمب اتم تست کنید و در کل هر اتفاقی که داخل جنگ سرد افتاده داخل این مود هم میتونه اتفاق بیفته و این دیگه به شما بستگی داره که چیکار کنید. و در کل اگه دنبال یه مود برای جنگ سرد هستین بهترین مود همین، مود دیگه ای نیست. شماره 2 مود رایش 1000 ساله. من خیلی سعی داشتم اینو تلفظ انگلیسیش هم بگم ولی خب ریدم، اصلا نفهمیدم چی تلفظ انگلیسیش، ولی خب یه مودیه که داستان کاملا جدیدی رو وارد مودهای هارتس آف آیرون کرده. اونم اینه که اگه آلمان برنده جنگ جهانی دوم شد چه اتفاقاتی میافتاد. داخل این مود میشه گفت هدف اصلی این مود این نیست که بخواید به بقیه کشورها اعلام جنگ بدید، هدفش بیشتر اینه که این نظم جهانی که به وجود اومده رو نگه داریم و نذاریم که جنگ جهانی سومی به وجود بیاد. و قدرت‌های اصلی تو این مود هم آمریکا و حزب نازیه که باید این میتونید بین این دوتا انتخاب کنید و در اصل هم باید بین این دوتا کشوری که انتخاب کنید، چون روی این دوتا روی میشه گفت سمت
متفقین و متحدین که الان دوباره به وجود اومده خیلی بیشتر کار کردن. خودم نفهمیدم چی گفتم، ولی خب یه مود خیلی خوبه که میتونین سراغ این مود هم برید. شماره 1 مود میلینیوم داون که از نظر خیلی و نظر من بهترین مود برای هارتس آف آیرون این مودی که 2 تا تاریخ داره، یکی سال 2000 و اون یکی دیگه هم سال 2017 و از تاریخات بفهمین که میشه گفت مرزبندی‌های کشورات دقیقا مرزبندی‌های الان دقیقا همونه. منظورم فهمیدید یا نه؟ و اینکه این بازی سلاح‌ها کلا مدرن‌ترن، اتفاقی که میتونه بیفته خیلی متفاوت تره و میتونه کلا جنگ جهانی سوم رو بندازید و برای ایران تو این حالا نسخه‌های جدید این مود فروسری خیلی خوبی به ایران اضافه کرده و داخل این بازی شما تا میتونید میشه گفت سلاح حالا میشه خرید، ولی خب میشه گفت خیلی حرفه‌ای‌تر میشه خرید و میتونید سرمایه گذاری کنید رو کشورهای مختلف، کشورها رو دست نشانده کنید و کلی چیزهای دیگه که هیچ وقت خستتون نمیکنه و میشه گفت یه مادیه که همه خوششون میاد و پیشنهاد میکنم حتما این مودو بازی کنید اگه تا الان بازی نکردید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم و اگه ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال منم سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگه خداحافظ.